اما دیگل کسا که گرینگ و آگاداری روشان نافچه گفتگوی بکن که افجی آلیکاری بره یه وزیر دروی آمریکای بو کاروبار ایران و عراق برز جنیفر گاویتو که آمریکای و بمر برز گاویتو دم باش اسرائیل چما ایریش کرد دما که آمریکا دخوازه دیگل ایران ریک بکوه Thanks for having me, and it's a very good question. There have been, I believe, a number of developments that have گرک نیگرانی هبون کو اسرائیل نیگران کربون چند مهندر باز بویدا و افریارا کو آژانس نفت دولتی یا وزیر اتم دا کو دا خاص ایران کر آزانیاریان آشکار بکتن و گود پروگرام خو و شرطیه وکر که همو ببینه پاسا با اسرائیل دا کو ایرش بکت سر ایرانه ده همان دمه ده اسرائیل مزنده کربو و هلسنگاندنه و به چند بی آبای بو کو گفتگوی نوارا ایران و امریکا دا نابنه سدما چاره سر کرنا نیگرانی اسرائیل اجبر به چند ایرش کرد سر ایرانه اول نیگرانیان اسرائیل بون و ماوی چندین سالا بو کار لسر کرکوان نیگرانیان نهلید و هر دم اداره امریکی رگری اسرائیل کرکوان ایرشان نکرد و امریکا داخواست کرد که برای دیپلماسی به تشت چهار سر کرد لی اسرائیل گشته و بریاره که چی دیگه نکارید چاوره بید و لازمه ایرش بکرد باشه و دمه بجارده دیپلماسی و چله بید براستی بوم گلک زحمت کو پیش بینیم کم آیا اف گفتگوی بردوام بن براستی زحمت بردوام بن چون کو هندک جدانستان کارن ایرانی ده ایرشن شوا بوری ده هات نکشتن و ام دزانین کو اسرائیل بریانها نه آلی گریو چنده بکو چهار سرک دیپلماسی بهت دیدن و افرو سرک ترامپ گفت کو دیپلماسی یا داوی هاتی و بسیوی چنده کرد دو مهدابونه ایرانه دا کو دانستاندن بکنه چهار سرکه لی او چند داوی هات براستی از پیش بینی ناکم و بوم زحمت کو پیش بینیم کم کو ایران راضی بیتن دوان بار دو خان دانستاندن نام کتن چکونه ها گرشی گلک دبرزن و رنگ سرنجاویل سر پراسنا رژیم خوا بید و دوباره ایرشن خو لدیشی ایران لدیشی اسرائیل بکتن و طلا خو وکت چه بجارده اگل بردست ایرانی هیا با طلا وکرنه چه کارتک هیا کو بکار بینه تنه ایران دزانید آیا دکاری چی بکت و جبخانه و چته دایا لی بگمان ام دکارین پیش بینی بکن اش بر او قسین آخفنن رژیم ایران باز کری وان گویی هر موشککوان هبیت نوی بکار بینن و بریان هاجی ایران نشان دایا دما کویرش جهت کرن با سر ایرانه یا آرامگره چه امریکا ایرش بکت سروانیان جی اسرائیل آنکو دما که باش آرامی دیگره و کاردانه وکا بلس نابه و گرق سر به چند دیده کرن نها سرکرداتی ایران گفتگو سر به چند دیده لی مودای او ایرشن هات نکرن اسرائیل دی بیشتنش تا افیرش توام نبوینه و دی چند روشن داهاتی دا دی افیرشن و بردام بسر ایرانه نبتونه بسر بنکن اتمی لی بسر بر پسن رژیم جی لو راجی ایران بیرا خوالوان چند وان ارشان دکه و چند وکه هرشه که بنچینه بسر رژیم خود دبینه و باور نکم که بدنگ بله هم بر باشه گوتن فرمین امریکا هاتن اکرن که اوا کار اسرائیل یه تاک عالی بویا لی اگر لگوری زانیاری انتحبن اوا بتنه کار اسرائیل بو امریکا تیدا نبو امریکا هاندر نبو یعنی امریکا چرای کسک و نخست بو اصلا باورم کو امریکا گلوپساوس با حل کردید براستی
اف ایرش دمگی دا چه بون که امریکا لبنداوی چنده بو و یک شنبیه گفتگویان دیگل ایران بکه اف دم براستی نتشتکه که امریکا پیخواش بان که امریکا دیشی و چنده دبه لیوی سپیده ما لترامپ و اندام مندن ین پارتا کوماری گهله بو که سرباری و چنده او پابندن به آلیگیری کرنا و پشگیری کرنا اسرائیل لی نباورم که امریکا گلوب کسک داب اسرائیل لی همان دمده گوشار لسر امریکای چه دبه دا که پشتوانی اسرائیل بکه و هر ایرشک یا طول هلدان آلی ایران و بیت اکرم بسر اسرائیل یارمتیا اسرائیل بیت دان او یارمتی ده چوابه یا امریکای I don't believe that decision has probably been made yet. از باور نکم هشتا بریر هات بیده دان ده بشاوایی به چون که حتی هم نزانین کنگی چوا اولکی داره ده ایران ایرش کد گرک زحمت با امریکا کو بزانیتن کاده رول وی ده هاتی چی بیتن با لیکاری کرنا اسرائیل گرک خلق دناف و امریکا ده هنه دناف ده کساتیم پارتا کوماری به تندی لدیشی به چند امریکا باشدار بعد دوی ململانه دا لوراجی رنگ هنده گفتگوین زحمت لناف دامزرا و سازین واشنطن بهنه کرن سروی چنده که آیا دوید امریکا چوا آلی کاری اسرائیل بکت و نکت بله تنو نراتیا کاروبارین ایران جهبو یا کاروبارین ایران و عراق و شارازای هر دو ولاتانج به باوراتا اف ایریش و اف پیشهاد ده چه کارودان نافخویی بو ایران هبند ناف ایران دا سرکردین ایران ده چوا بریاره که لگوری برجواندی ولات خوب بدن قاسی کتو دزانی توان ناست کی بله اف شرکه کو چاوره تا تکرین چندین سال بو کو اف شر هر چه ببیتن لوراجی وان آمده کارین خواه کرینه دانستان در سربان همو تشتان کریه آنکو هر بریارک نها بیت دان ده بریارک آلوز بیتن چونکو کسایتین دیارن ایرانه دناف ده یه نوا سپاین پازداران دا و نوا آلی دیپلماسی ده هات نکشتن دیرشن شوا در باز بویده هولین ایکه ین ایران دیو بن کو دسالات خواب بپارزن دسالات دیجه خواه دا بمینه دا کو بریارن تند بدن او حکومت یا پاراستی با وکه خواه کاری خواه بکه پیشی کو هر فرمانه که بدن با طول هلدانه او روشا ده چه باندوره که لسر عراقه بکه ده باندوره که مزن هبیتن اما دید که گروپین وکالتین ایرانه لناف عراق لواز بوینه چه کتای بین حزب الله بین یان چی گروپین دن ین سوریه بین لحتان هاجی براسی هجمون و باندوره که مزن لناف عراق هیا و میلیشیا هنه کشیان انوان هنه ارشاب کن چه لدیجی برجواندین روش آوا بین لناف عراق یان چه لدیجی اسرائیل بخوابن او جی ببارم گلک تشتک مترسی داره هیوی دارم که حکومت عراق همو پنگا و که پیویست باوشه دا که عراق در وی ململانه بهله چونکه اف سالن در بازبوی براستی عراق در فتح بو که خل ایران دور بخه و سبریا خواه بهز بخه و اف لوازبونا گروپین وکالت ایرانی در فتح کدیه با عراق دا که سبریا خواه بپارزه و سقمگیریا خواه بپارزه و اگر اف آرامی عراق تک بچه دی باندور هبیتن لسر همو جیران عراق و پیوسته همو آلی نیگران بن و هیوی دارم که سرک وزیران عراق ریگن نداتن که اون آرامی چه با عراق و سرک وزیر ویجی و که گلک جهاتیان را گهاندن خوش شر اسرائیل پاراست دماکو هفته اکتبر 2023 ایریش هات اکرن حتی نهاجی که شر و پفچون هیال غزه عراق خودتوشی وی شری نکر خودیور خست بو ایران جیده بکاره همان تشتی بکه؟
اصلا باورم کو آنکو از بارد کم کو ایران حوال بدتن کو وان گروپن میلیشیا بکار بینه دا کو جبرشون دا خدا ایرشان بکن با سر اسرائیلی از پیش بینید کم کو سر وزیران عراقی رگریل وان گروپان بکه و نهیلن دنا وقت عراقی رش بینه کرن و نبیته بشکل ململانی روشالاتا النورز بتایبتی اف ساتک زور گرنگه با حکومت السودانی عراق کو هاوپیمان و دوستا لگل امریکا دیگل ایرانی جی باشترین بجارده کو بگره برخود چیه بو عراقی؟ باشترین سیناریو با عراق همان او سیناریو که چند سال در باز بوی هبوه عراق او باشترین سیناریو او عراق که خودی سروری هبه بخوا بریارن خواه بده و در ویوان شاران بمینه و ریکن ندادن آخوش آلی هیچ آلیه که بیت بکار اینان با تکدان ساقام گیریان افشه باشه اسرائیل به ایریشا کو لسر ایرانی کر چتش به دست خست چتش چاره سر کر Sure, they've certainly struck a number of بگمان وان لجماره یک بنکه و جهن ایران دا که اسرائیل واسه باور دکر جهن گرنگن با برنامه اتمی ایرانی هر واسه زانا و کساتین دیارین ایرانی کشتن که شان وان هبون و افیرش بسرکفتی دینه دانان لدیجی برنامه اتمی ایرانی و جماره که سرکردین رژیمه یا ایران هات نکشتن وارمن گرزه که سایکولوژی مزند ایران دان لی پیوست چاوره کن که آیا اف ایرشه تا چند سرکفتی بن لدیجی برنامه اتمی ایرانی بودم درش خواین هر وسا گرین که کوام بزانن او که حکومت اسرائیلی گوتی اوتنی دست بیکه آنکو اف ایرشه بشه وروژه که خلاص نابن با همان ایرشین در باز بوی نابید سالن چوی که ایرشک داتا کرن و برسف دهات دان و پشت روش دهات آرام کرن حکومت اسرائیل وجار دیویجید کو ده بوماوی چندین روشن بردام بید لیرشین خواه آنکو ام حتی نها نزانین که آیا آمانجن اسرائیل به دیاری کری چنه لی یا سرکه اوه کو دخوازن ایله ایران هرگیز دستیوی بگتا چکن اتمی بله برزگا ویدو یعنی زانینگه ها بهشتی یا ایرانه گریدای پرس اتمی ایرانیا 5 زاناین اتمیین و زانینگهی که ماموسته زانینگه نهاتن کشتن در ایریشا اسرائیلی دا او زانینگه دو بیجه ام ده هزا خویا اتمی نشان اسرائیل بدن او گفه که بلکه بر ایران بر بچکن اتمی بچه دکاره بمبین اتمی چه بکه؟ لگوری او زانیارین که من هنه ایران حتی نوکه نگشتیه شیان درست کنن چکن اتمی آنکو برفشون دیار هنه لی حتی نها نزانی نکاریتن چکن اتمی چکتن و پرسیار در سروی چنده دیار کتن که اسرائیل به ایرشین شو در بازوی رانا و سیتن آنکو ده بردام بیتن و هیلا سور اوه که ایران نابید هرگیز چک اتمی هبیتن لو راجع اسرائیل ده همو ده صلات خواه بکار بینه دا کوشیان اتمیین ایرانه جناب بد و نکارید لدیش اسرائیل بکار بینید لده هر واسا پنگا وکه دنجی با ویجتن وان اشیانان به تمامی جناب بدن او قسن کو ایرانی کم براستی جهن نگرانیه نه چونکو خلق سیویل هر دو آلیان دک ختم مترسیه و سیوی خوازم کو افعالی هر دو آلی وگرن سر دانستاندنان دا کو چهار سرک درش خواین با دهاتی ایران ببینن کو آشتی هبه توای نافچه امریکا و همو آلیان دنجیین جواکان دولتی دیگر ایران آش بن
و افتشتن کو دهتا گوتن براستی نتشتک هیوی بخشن و دلدامک کردخان دا افراش آساینا پا در بحثا وی که کرد که اسرائیل ده وان ایریشان بردوام بکه حتی که پروگرام اتمی ایران به تمامی جناف ده به گلو پروگرام اتمی ایران به بمباران ده به تمامی جناف بچه؟ نخیر لبراجی است باورم که پیوست دیپلماسی بردوام بیتن و گرنگ با چارسرک درش خواهند او برفش چونن که ده برنامه اتمی ایران ده آهاتی ندیتن نه هنه برای واجی کرن چه ایرشن ایک بدو ایک بینه کرن یا چه ایرشن آسمانی براستی رگریل ایران ناکن که دم دهاتی دا دو پاروان شان خواه سر جنوب بنیاد بنیتن لوراشی نخیر از نباورم که ایرشن آسمانی بتنه آمانجن اسرائیل به جه بینن لوراشی پسیروی چند درس به آیا اسرائیل ده چه دی بکل جبلی به اپراسیونه هر وسط در تزیخید پرسیارتا که پیوسته دیپلماسی دوباره بهتا کارا کرن بوچار سرکنا و غیرانه پیداگیری آمریکا و اسرائیل جهر لسر ویکیه که به تمامی پروگرام اتمی ایران نمینه و جا برای دیپلماسی دا زیده تر بحث کنه چند ایرشان جدکه لقد بجارده ویکی که دست حالات کمار اسلامی ایران بروخینن هیا لجم اسرائیل یانج آمریکای دست بکه از خواستم جخت بکم که امریکا بجار نباید به اپراسیون دا و امریکا چرای سوس به نکریه به اپراسیون امریکا وقت سرکردیت دیویژه پابنده به پشگیری کردن اسرائیل دا که برگیری لخوا بکله براستی اپراسیون نه هیا لازم که زلال به امریکا بجدارنیت ادا لی آمانجل اسرائیلی هنه درباره رژیم ایرانه و وان گوتیه که دخوازن لی ایرانه رژیم که نوچه به سرکرداتی که نوچه به لی اف رژیم بهتا گورین نهتا گورین بشک جه پلانا اسرائیل و بشک جه برسفدان ایرانه و اصلا نظام که اسرائیل چه واحضر دکه لی حولین گورینا رژیم لی سالن در باز بویدا دی سرکفتی نبونه اوین که امریکا دانه و حولین امریکا سرکفتی نبونه و اف باردو خانه ها هیا باردو که مترسی داره ما بستات گوهرتنا دستالات عراق و افغانستان نه یا امریکا برای حول دای دستالات ایران بگوهره نخیر امریکا حاول نداره که رژیم ایران بگوره لیمل ملانین بره ینکو چه بوینه او انجام ینکو مدیتین حکومت نو چه بوینه چل عراق چل افغانستان یان چل لیبیای مدید کو جناب بنا رژیم که نبوده صدمی هاتنا رژیم که باشتر انکو اف حوله سرکفتی نبوینه او کو پروسه سرکفتی نبوینه لگورینا رژیمان و بهار عربی جیمان تش نشانی مده اصلا کارم بیجم که اسرائیل دخوازت چه بکه رنگ پلان بکه کو رژیم بگوره و رنگ نکه لی هر تشتک چه به جه نیگرانی که مزنه چونکو با لکفتن مزن هبن از چه سیناریا که رو نابینم که پنگاوا دهاتی دیچ به هر اوجی تشتک مترسی داره برسیار داوی از نرینات یا شخصی بگیرم لگوری که تو سرکردن ایران نازدیکی به نفسا که پیدا خوین بجارده یا هیرش و برسفدانه یانجی بجارده یا دیپلوماتیک دیبه به بجارده سرکی یا کمار اسلامی باور من دیروک نشان داده که ایران ده طول خواه که رژیم ایران به ماوی چندین سال هر بی آوائی کار کردیه و از باور ناکم گوهری نکته دا چه بوده و رژیم واسه حضرت که چه بجاردیه
دینیه بو پاراسنا رومت آخوه جبلی طول هلدانه و هیوی خوازم که او طول هلدان به تدبیر باش و بیرکرنوکا باش بهتا کرن و پاراسنا خلک سیویل ایران البرچاو بهتا گرتن چونکو پشتی اف ارشاد چه ببه یا طول هلدانه رنگ کار دوادان المزنتر چه بن و هیوی خوازم که ایران بیرا خوروی چنده بکه وگر سرماسه دیپلماسی داکو سقامگیری و آشتی با توای روشالات ناوین برقرار که آلیکارا بره یا وزیر دروی آمریکای برس جنیفر گاویتو گلک سپاس جا آمریکای و تو مرابوی